بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران معزز، یکی از روزهای قیامت که یک نام دیگهش در قرآن حدیث ذکر شده به نام یوم الحسرت، روزی که ما پشیمان می باشیم و حسرت می خوریم. چرا؟ به خاطر که الله در این دنیا چقدر ما شما چان زاده. فعلا رمضان تاریخ 11 یا 12، فکر که هر ساعت از این تیر میشه تجارت ما می بازیم. بسیار جواناست در فیسبوک، در کرکت، در فوتبال، در غیبت آغشته هستند. بین خواهرای گرامی برادر عزیز، هر ثانیه که از رمضان تیر میشه غنیمت بشمارین. غنیمت هستی برای ما شما. تو میفهمی که تا دیگر شاید الله بر تو جنت واجب کنه. در روز آخرت یوم الحسرت، بعضی کساست که حسرت میخوره، جنتیا و دوزخیا. جنتیا به خاطر حسرت میخوره، میگه کاش که ما زیاد عبادت میکردیم. چقدر الله بر ما سهولت ها داده. جنت که 100 درجه داره، درجه تان بلند بسازین در جنت. دنیا واره نیست که بگی باز ما کاروبار میکنم درجه، نه، درجه تان از اینجا تعیین کنین. و دوزخیا به خاطر حسرت میخوره که اون در جهنم میرن. کوشش کنین دعوتگرا عزیز، وقتتان اول عصر که الله قسم خورده به وقت به زمانه، کوشش کنین که وقتتان ضایع نکنین. خصوصا ماهای رمضان یا روزها و شبهای رمضان هر ثانیش امکان داره که تو در جنت بری. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و دعا کرده، میگه رمضان بیا امت ما یا یک شخص پاک نشه. این بد دعای رسول الله صلی الله علیه و کوشش کنین که در این بد دعا خدا برابر نکنین. وقت را غنیمت بشمارین، عبادت کنین، اطاعت کنین، تلاوت کنین. جزاکم الله. سلام علیکم.